الله ببیچ خیلی سازه نقصه سلامتی تا خوبه امام دوام فریاد این نورس تاجیک از بغداد به دوشنبه رسید. محمد رحیم شایف ساکن دهه غیرت‌آباد حصار میگوید او مریم نام دارد و نبیره اوست. اینترنت نشان دادن این همین نویرای ما های ایراق در غلطیده در همونجا به صاحبو همونجا به دست اینا حجتش هست اینا صورتش اینا صورتای دادراش اینا خواهر و دادر همش اینا با خودش اینا ایش عبدالله ایش فاطمه ایش اویشما. محمد رحیم شایف میگوید مریم فرزند بزرگ پسرش جمالیدین است. 2004 به چی شهر مصری عرب رفتن. الخزر یونیورسیته همونجا داخل شدن همونجا خوندن با اجازتی چای تاجیکستان. اینا حجتاش اینا حجتایی که اجازت دادگی اینا. رفت همون چی مکتب یونیورسیته این قید فصل موندگی در چی اینه حجتاش. جمالیدین شایف آخرین بار سال 2015 به تاجیکستان آمد. پدرش میگوید بعد 6 ماه با خانواده‌اش به مصر برگشت. ماهای اوگوست بود 2017 همون قطعی دیگه تمام دیگه زنگ نزده است. همون قطعی دیگه یگون چیش معلوم نیست. امنیت میگه که همش مردن یا دخترچش مونده است. همون جمالیدین با همسر و 4 فرزندش گویا آوانی بمباران موسول کشته شدند. بر طبق معلومات مقامات تاجیکستان این عائله زیر نظر آنها قرار داشت و در عراق بودن آنها را می‌دانستند. چگونه در عراق پیدا شدن آنها را توضیح ندادند. حالا بابای مریم از 7 پیونده که روزی به مصر گسیل کرد با امید دیدار مریم یگانه نشانه از آن عائله بزرگ ساعت‌های خود را پسی سر می‌کند. اینا قریب 6 ماه شد. با اینا دیمبورا اینا نو برآوردن همینا ما با چی کردیم که همین حرکت کنیم اینا بیرون اونا برگردونیم به تاجیکستان. این زاده تاجیکستان است. وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته است برای برگشت شهروندانش از نقطه‌های درگیر تلاش خواهد کرد.